سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من با یه ویدیو جدید اومدم. خیلی از دوستان به من لطف داشتن و ویدیوهایی که توی یوتیوب گذاشته بودم طی سفرم به سمت ایران از اروپا سوالای متعددی شده بود و این سوالا خیلیش تکراری بود. به خاطر همین تصمیم گرفتم که یه ویدیو درست کنم و یه سری اطلاعات کلی بدم به کسایی که حالا به سمت ایران میخوام برن. حالا مهم نیست ایران باشه یا اینکه ترکیه باشه یا حالا هر جای دیگه ای مسافرت میخوام برم. ببین، توی کل اروپا اول باید به یه چیزی خیلی دقت بکنید، اینکه ماوت گبور باید بدید. حالا فارسیش میشه عوارضی باید عوارضی بدید و این خیلی مهمه، چون دوربینایی که چون اصلا عوارضی نداره مثل ایران. حالا رد که میشی، مثلا هر شهری که رد میکنی یه حالت جایی هستش که مثلا پلیسا نشسته و عوارضی میگیرن. خیلی از کشورها توی اروپا اینو برداشتن به خاطر اینکه زمان خیلی سریعتر میگذره و به مقصد سریعتر میرسی. خیلی از کشورها دارن، مثل فرانسه مثلا داره، مثل صربستان داره، ولی کشورهای مثل آلمان، مثل چک، مثل یه سری کشورهای دیگه نداره و باید این کار رو اونلاین بکنی قبل از اینکه حرکت بکنی. من سعی میکنم آخر این ویدیو یه عکسی رو بذارم که آدرس سایتی پرداخت آنلاین عوارضیه. اینو حتما از روش عکس بگیرید تا آخر ویدیو ببینید. اگرم خوشتون اومد اطلاعاتی که دادم حتما لایک کنید. اگر سوالی چیزی هم داشتید میتونید حتما بپرسید، کامنت بذارید. خیلی خوشحال میشم بتونم کمکی بکنم. من هدفم از این نیست که مثلا بخوام بیام یه چیزی رو به نمایش بذارم. هدفم از اینه که یه چیزی رو امتحان بکنم و تجربه‌مو انتقال بدم. کسایی که میخوان مثلا این مسیری که من رفتم و مشکلاتی که من داشتم رو نداشته باشن. هدف من فقط همینه و دوست دارم به چالش بکشم شماها رو، کسایی که اتومبیل برقی دارن. چون من بیشترین مسافت رو توی اروپا یا آسیا با اتومبیل برقی طی کردم. من شما رو به چالش میکشم. کسی که بیشترین مسافت رو میتونه یا طی کرده یا میکنه یا میخواد بکنه میتونه برای من کامنت بذاره، ویدیوشو بذاره. خیلی خوشحال میشم. ویدیوهای بعدی من، سفر من توی داخل اروپا هست. ویدیوهای بعدی من، تصمیمایی که دارم داخل خود آسیا هست. خیلی بیشتر از ایران میخوام برم، یعنی احتمالاً تا هند یا جای دیگه بخوام برم سفر بکنم با اتومبیل برقی. البته نمیدونم چی جوری میشه، اصلا نمیدونم شارژ میکنم نمیکنم، اصلا نمیدونم چه اتفاقی میفته، ولی تصمیم دارم این کارو بکنم آینده خیلی نزدیک. از حمایت شما خوشحال میشم. مشکلاتی که تو راه بر من پیش میاد و حتما ویدیو میگیرم، حتما براتون اشتراک میذارم. خب بعد گفتم که عوارضی رو باید بدید. یه سری برگه ها هستش که اگر میخواید با اتومبیل سفر بکنید، مهم نیست برقی باشه، هر چی، دیزل باشه یا بنزین باشه یا هر چیز دیگه، گازوئیل باشه، مهم نیست. یه سری برگه ها باید با خودتون ببرید. یه برگه هستش که مرز ترکیه حتما ازتون میخواد، مرز صربستان حتما ازتون میخواد. باید برید بیمه‌تون، اونجایی که ماشین رو بیمه کردید، بگید که برگه سبز میخوام. اسمش هست برگه سبز. آلمانی اگر بخواید ببینید گرون پاپیه، نه، برگه سبز رو میگیرید و اونو حتما باید تو مرز نشون بدید. و یه سری نکات دیگه که من حتما توی ویدیوهای دیگه حتما سعی میکنم به اشتراک بذارم. سوالات شما خیلی زیاد بود، ولی این چند تا نکته‌ای که الان گفتم، این دو تا نکته‌ای که الان گفتم خیلی مهمه و کمک اساسی میکنه به سفرتون به سمت ترکیه، ایران، حالا هر جایی که میخواید برید توی آسیا، یعنی از اروپا به آسیا.
برعکسش هم هست، یعنی برعکسش هم همین چیزا رو میخواد. کسایی که از ایران میخوان بیان، از ترکیه با ماشین خودشون میخوان بیان، باید این چیزا رو رعایت بکنن و داشته باشن. و یه چند تا نکته دیگه که سعی میکنم این ویدیو رو کوتاه بگیرم، خیلی دوست دارم، میخوام کوتاه باشه این ویدیو که بتونم تو ویدیوهای دیگه انجام بدید. فقط یادتون نره سوالی اگه چیزی دارید، میخواید مسافرت بکنید، حتما برای من کامنت بکنید، زنگ نزنید، کامنت بکنید، پیغامم ندید، بهتره، چون کامنت که میکنید کسای دیگه هم میتونن ببینن و استفاده بکنن. به خاطر همه روز خوبی داشته باشید تا سفر بعدی.